سلام بچه چطوری؟ خوش اومدیم با یه ویدیو دیگه. این دفعه ماینکرافت بچه اگه خواستم ماینکرافت شروع کنم که واسه تون یه کانال جدا میسازم، ولی اگه خواستم اینجوری مثلا خونه و اینا نشونتون بدم، خب دیگه هیچی. بچه اینم خونم. بچه خونم این نکته ازش خوشم میاد اینه که دورش آبه دم داره. بچه جریان این آب هم میگم که بالا داره میاد، بعدش خودتون میدونین که چی شده این آب داره از اونجا میاد. بچه لقبم برای خودم انتخاب کردم، کورش باید لقبمه و بریم که بچه حتما در اون لقبم تو کامنت بهم بگید. بریم که اینو بچه راستی خونم نشونتون ندادم. بچه این خونمه، اینجا رو خالی گذاشتم براتون نشون بدم چجوری باید ماب بزنیم. اینجوری این شد ماب. بچه اینجا مابله. بچه دوده اینم از اینجا بیرون میره و دیگه دود توی خونه نمیمونه. خب بچه بریم که این خونه اصلی رو بهتون نشون بدم. بچه این یه اتاق خفنه که یه چی خفنه خودم ساختم. بچه مثلا اینجا گذاشتم برای خوشی سه گذاشتم معلومه دیگه، خودتون باید یاد بگیرید. بچه قصد بچه کلن برای این زمان ببینید، واقعا برای این زمان باید لایک باشه. ببینید از اونجا کندم اومدم اینجا، از اینجا دوباره اومدم اینجا، دوباره کندم رو پایین. واقعا کار سختیه بچه کلن. ببینید دوباره کندم زیر زمین، خیلی کار سختیه بچه. دوباره اومدم دوباره کندم، چقدر کندم به جلو. بچه این قصر چیه؟ این قصر ملکه است که براش درست کردم و هنوز ملکه و امپراتور نیومدم. این هم قصر امپراتوره بچه، این قصر امپراتوره بچه. این اتاقه که باید تخت اینجا بذاری. اگه اینجور اتاقی زدید بخاری رو به این حالت اینجا بذارید و روی تخت، و اینجا هم که دیگه چیزی نمیخواد اتاق اگه بخواید ساده باشه. اینی که گفتم چون من میخواستم امپراتور رو بهتونه از این شمع استفاده کنم تا یکم قدیمی تر بشه و بهتر بشه. بچه ها این از قصر امپراتور. بچه ها چون مثلا مثل فیلم ها مقامات مثلا میومدن اینجا مینشستن کنار امپراتور. منم مبل گذاشتم، مبل کوتا چجوریه؟ حالا اگه بشه نشونتون بدم، سریع پیدا کنم نشونتون بدم. بچه ها پیدا نمیکنم که نشونتون بدم. بچه ها اینا پیدا کنم، مثلا از اینا میاریم اینجوری میشه مبل کوتا. این میشه مبل کوتا و به این حالت مبل کوتا. بچه ها چون فقط داریم اینجا رو دوباره اینجوری میکنم و بریم که بقیه چیزها رو بهتون نشون بدم. بریم حالا اینجا یه اتاق هم رد کنیم، بیاریم اینجا بیارم پس چه این اتاق نمیدونم ازش خوشم نمیاد، خودم درستش کردم ولی خیلی ازش خوشتون میاد تو کامنت بهم بگین. اینجا از شیشه استفاده کردم، خودم نمیدونم چرا. بچه برو که رفتیم این درم باز میکنیم، از این میریم بالا تا برسیم اینجا. بچه ما همزا پیمان بذارم که حالا دیگه شروع میکنم. بیایم بالا، میایم این بر، میایم پایین، در باز میکنیم. چرا اینا هم که بهتون گفتم از این چراغ هم خیلی نور ندارن استفاده کردم، از اینا استفاده نکنید. خورشید کجاست؟ بچه بریم که اینا رو هم بدونید، هم از این دیوار باز میکنیم به آسمون. بریم که بهتون نشون بدم. بریم بالا و بریم بالا و بریم بالا و بریم بالا.
بچه ها به همین ویدیو شاید براتون چیزم گذاشتم یه ورکشاتی براتون میسازم بچه ها بریم که رسیدیم این قضیه این آبا اینجایی کردم پر آب اینجایی بود. الان من این در رو باز کنم کلان آب میاد بیرون. کجای در کجایی در من دارم دنبال تو میگردم در اینجا بچه تجیزم بچه اینو کنم پر آب کنم این شد سختی که تا الان توی ماینکرافت شدید رونمایی شد از خفن ترین استخر شاید ماینکرافت. تا حالا خودم خفن تر از این استخر ندیده بودم ولی الان دیدم بچه ها. روشم براتون میسازم. نه دیگه روش نمیخواد بچه ها. تا ویدیو بعدی خدا بچه دنبال فراموش نشه حتما لایک کنید بچه ها. در مورد این استخرم تو کامنت ها بگین یه شما ببینید داخلش اینجوریه. حتما بچه ها لایک کنید دنبال فراموش نشه. اینقدر برای این ویدیو زحمت کشیدم تا بعد شما بتونید ویدیوهای خوبی تماشا کنید و بچه ها حتما قدر این استخر رو بدونین. خدا حافظ.